گوشت بلاروسیا و مغولستان جای گوشت محلی را در بازارهای دوشنبه گرفته است. پیدا کردن گوشت چاروای محلی مشکل است. ساکنان هم ظاهراً به این وضع عادت کردند. بعضی ها از نرخ دسترس ستایش میکنند. 1 کیلوگرم گوشت بلاروس 75 و گوشت محلی از 100 سومانی بیشتر است. گوشت کدام گوشت بسیار سر می‌خرید؟ خیلی گوشتی فرق نداره شیشه کدامش که اومدم سومش نقش دسترس خوشه می‌خرم. سال 2025 بعدی بالا رفتن نرخ و کمچین شدن گوشت محلی، وارد کردن این محصولات از خارج یکباره زیاد شد. بنا به آمار رسمی سال گذشته به تاجیکستان 20,000 تن گوشت آورده شده است. برخی ساکنان تا حال درباره صفت این گوشت‌ها و شیوه ذبح چاروا سوال‌هایی دارند. اول که آورده بودن مردم خیلی مقصد کم می‌گرفتن. به خاطر اینکه اونقدر که معلوماتی نداشتن، حاضر اکثر مردم بسیار می‌گیرن دیگه. مثلا طلبات هست. مردم دیگه به مال گرفتن میرن دیگه. حالا میپرسن که گوشت کجا است؟ نه میپرسن که گوشت مثال کجا است، تازه گوشتنش چه خیلی است. از روی نوارایی که مثال ما دیدیم حلال میکشن اما با دست میکشن ها ولی همه خیلی هستن بچه‌ها هم توچکی هستن به همونجا که میکشن حلال میکشن ولی انا مردم وقتی که مثال گپ میزنن به مال گرفتن برن. واردات گوشت به تاجیکستان از موضوعهای اساسی در نشست خبری کمیته عضو قواری بود. رئیس این نهاد تلاش کرد خبرنگاران و از این طریق ساکنان را باور دهد که گوشت وارداتی به طلبات جوابگو است. وقتی که همون اصلا کارخانه دولتی و شخصانی سایت کرو ورود میکنن پیش از ورود کردن تمام طلبات‌های بایتوری رفته سنجیده دیده میشن. در اونجا میورن یا کارمندی نمیره و اکریدیتاسیون میکنن یا که اگر نرفت با اون صاحب چیز خیلی همون چیز رو خاتمه چیزشون پیشنهاد میکنن که اکثریت این چوروی که وزیر آورده هستن یعنی طلبات ما همون مخصوص بچه‌ای که ایسوری ماجرایی که از اینجا بوده اونجا با طریق حلال کشتار آورده است. سرتیفیکاتی اصلا سرتیفیکاتی حلال حلالا زمان پیشنهاد در همین حال نمایندگان کمیته به خطر عضو قواری از قاچاق گوشت به کشور نیز خبر می‌دهند. به اطلاع این نهاد سال گذشته 24 تن محصولات گوشتی بنابر جوابگو نبودند به طلبات بهداشتی نابود کرده شده است. طلبات سالانه تاجیکستان به گوشت تقریباً 390,000 تن است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید که در 11 ماه سال 2025 در کشور 375,000 تن گوشت استحصال شده است. ولی با وجود این در بازارهای دوشنبه پیدا کردن گوشت محلی مشکل است. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.